الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانم و خواهران موحدم، الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را حفظ نماید و توفیق فهم صحیح را به من و شما نصیب بکند. امروز به من یک رساله رسید، یک تسجیل صوتی هست که صدای یکی از طالب علمان است. این رساله بیایید گوش میکنیم که چی میگوید. چند سالهای اخیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادری که در مسئله عذر بالجهل سوال کردگی است. مسئله عذر بالجهل این یک مسئله می باشد که طی چند ماه‌های اخیر بلکه چند سالهای اخیر در اطراف این مسئله بحث و مناظره های زیاد رفته ایستاده است و به خصوص طالب علم هایی که اهلیت این گونه بحث ها را ندارند در این بحث ها داخل شدند و یعنی به سبب کم شعوری و کم علمیشان جرأت زیاد دارند در تکفیر کردن که بسیاری از مردم ها را در اساس این تکفیر میکنند. اما اصل مسئله در همین است که همین جهل. بارک الله فیکم. اولا صاحب این صدایی که شما میشنوید یکی از طالب علم ها است که در مصر تعلیم گرفته و حالا هم والله اعلم در همانجا هست. نامش معروف به قناعت است. شاگردهایش او را میگند قناعت. یک دو سه مرتبه همراهی انا همین قناعت ما هم به واسطه واتساپ والله اعلم دو سه سال قبل در همین مسئله میخواستیم صحبت بکنیم، بالاخره صحبت نشد. ببینید حالا میگوید در سالهای اخیر در موضوع العذر بالجهل صحبت ها زیاد است. این غلط است. این نمود گپ زدن نفهمیدنی این مسئله هست. سالهای اخیر این گپ زیاد شد، یعنی معنیش همین است که گویا که این گپ نبود، پیش‌ها نبود، در دیگر سالها در بین علما و طالب علم ها نبود، اما این گپ نو پیدا شد. بله شاید صحبت کننده مقصدش دیگر باشد، اما مردم از این ظاهری کلام چی را فهمند؟ بلکه العذر بالجهل این موضوعی هست که از زمان سلف تا امروز در این مسئله یگان عالم از علمای اهل سنت نیست مگر این که صحبت کرده اند و تفصیلاتش را بیان کرده اند. تفصیلات و تقسیمات بله وجود دارد. بار دیگر میگه ما مثل خوارج غلات نیستیم و مثل جهمیت جفات نیستیم. جهمیه های جفات اینها کسانی هستند که جهل مطلقاً عذر است میگویند و مشرک را مسلمان میگویند. خوارج الغلات کسانی هستند که جهل اصلا عذر نیست میگند. تفصیلات را تقسیمات را نه جهمی ها فهمیدند نه خوارج ها فهمیدند. زیرا که مذهب جهمی و مذهب خوارج مذهب جهالت است. هر بدعت البته که ضلالت این جهالت است، از جهالت به وجود میاد. مذهب ما اهل سنت و الجماعت تقسیمات وجود دارد. برای همین همه علما از زمان همون صاحبان مذهب شروع کرده سلف صالح تا امروز علمای اهل سنتی که تألیف کردند حتما در این مسئله، حتما در مسائل تقسیمات و جهل در کجا عذر شدنش و نشدنش صحبت کردند. این مسئله نو نیست. در بین علما این مسئله یکی از مسئله های معروف مشهور و یکی از مسائل مسائل اعتقادی است، زیرا که این مسئله تعلق به براءت دارد و تعلق به کفر بالطاغوت دارد. یعنی اگر تو بگویی که جهل عذر است، مشرک را مسلمان میگویی، مشرک را که مسلمان گفتی او را موالات میکنی، دوست میداری، همچون برادر مسلمان باید حقش را بجا بیاری. اگر تو بگویی که جهل عذر نیست، مشرک را مشرک میگویی، به او براءت میکنی و کفر میورزی.
پس کسی که جهل رو عذر بگوید و مشرک رو، لشکران طاغوت رو و دیگرها رو مجبور است که مسلمان بگوید و مسلمان که گفت پس اونها رو دوستی میکند و براءت و کفر به طاغوت نابود میشه. زیرا که کفر به طاغوت چی است؟ کفر به طاغوت دو نقطه دارد: براءت کردن از همون شرک و کفر و براءت کردن از همون کسانی که شرک و کفر رو انجام میدهند. یعنی براءت از شرک و کفر و براءت کردن از اهل شرک و کفر به طاغوت. کفر به طاغوت همین است: دور شدن از طاغوت و دور شدن از طاغوت پرستان، براءت کردن. پس وقتی که این طالب علم می آید و می گوید که این مسئله رو نو پیدا شد، این مسئله نو معروف شد، نه، این مسئله بله نو بگو در بین تاجیک ها پیدا شد. زیرا که شما طالب علم هایی که هستید بیان نکردید. عیب مردم نیست، عیب گفته هم نیست، عیب برآورده هم نیست، عیب نگفته ها هست. عیب مثل شما طالب علمانی هست که تا همین روز نگفتید. چرا خواندید؟ چرا تعلیم میگیرید؟ وظیفه تعلیم گرفتن شما، مسئولیت شما چی است؟ باید مسائل رو بیان کنید. مسئله ها مهم است و اهم است و مسئله پایانتر است که باید به درجهش دیده از نظر منهج اهل سنت و الجماعت. خیلی که پیامبر دعوت کردند مسئله ها رو از نظر اهمیتش جابجا گذاری کنید، دعوت بکنید. جاهل بهتر از عالم نگویید، جاهل نجات یافته و عالم گمراه شده نگویید و غیره و غیره. بالاخره این صحبت های من تعلق به همه دارد، به همه طالب علم دارد که باید وقتی که بگوید که موضوع عذر بالجهل نو به وجود آمد، شما بگویید که در بین تاجیک ها نو به وجود آمد. تاجیک هایی که 70 سال در زیر کمونیستی بودند، علمایشان رو کمونیست ها بردند و این لشکرانی به نام بلشویک و سرخ لینی در سیبیرها به قتل رسانیدند. عالم ها که نابود شد، طالب علم های تاجیک 30 سال قبل معذرت خواهی میکنم در سرشوی سال 90 از تاجیکستان به کشورهای مسلمان نشین رفتن، در یونیورسیته تعلیم گرفتن. نو علم اسلامی به عقیده صحیح و به منهج صحیح به مردم رسیده است. برای همین این چیز نو است در تاجیکو. اما این اگر عموم از نظر علم، از نظر علمای اهل سنت نظر کنیم، این چیز مسئله نو نیست. سبحان الله، معذرت خواهی میکنم. این چیزی خیلی معروف است، مشهور است. ابن تیمیه در این مسئله صدها مراتب صحبت کردند. ابن قیم الجوزی مثلا دهها مراتب صحبت کردند در کتاب‌های مختلف خود. محمد ابن عبدالوهاب کتاب نوشتند، علمای نجد کتاب نوشتند. پیش از این هر چهار مذهب، هر چهار صاحب مذهب، ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل رحمهم الله، همه‌شون در این باره کتاب نوشتند. بگویم معذرت خواهی میکنم، در کتاب‌های نوشته خود بیان کردند. البته علمای گذشته کتاب‌های مستقل، علمای سلف کتاب مستقل در این مسئله ننوشتند، لیکن در همه کتاب‌های نوشتهشون این مسئله رو گفتند، در فتواهاشون گفتند و بیان کردند و در نزد ما همه این چیز وجود دارد به سندهاش. این طالب علم اگر خواستند ما به اینها ارسال میکنیم، خواستند بحث و مناظره کنند، بحث و مناظره مؤدبانه میکنیم در اساس منهج علمی اصولی، از نظر اصولی علمی که همینجا بیان میشود در کتاب ها و همش وجود دارد. پس این نقطه اول بود که این مسئله نو نیست. مسئله نو نیست. دوام صحبت. عذر شده میتواند یا اینکه نه؟ جهل یعنی ندانستن یک کاری، ندانستن یک چیزی. انسان یک کاری را ندانسته به جا میارد. آیا همین برای او عذر میشود یا که عذر نمیشود؟ یعنی ما آیا میگوییم که تو همین کار را ندانسته کردی پس عذر داری، یعنی یگان عقاب کرده نمیشود مثلا، یا اینکه گفته میشود که نه ندانستنت برای تو عذر نمیشود؟ مسئله تعلق به همین مسئله دارد که همین ندانستن یعنی جهل آیا عذر میشود یا اینکه نه. اگر که جهل عذر باشد، آیا در بعضی حالتها عذر میشود یا که در همه حالتها؟ و همچنین مسائلی که تعلق به دین دارد، آیا در تمام فروع و اصول عذر می شود یا که در فروع دینی عذر می شود؟ یعنی مسائلی که تعلق به مسائل فقهی دارد و در اصول یعنی در عقاید عذر نمی شود، یا اینکه در عقاید همچنین در بعضی مسائل عقیده یعنی عذر می شود و در اصول در اساسیات نمی شود.
مسئله یعنی در اطراف چندین نقطه ها چرخ میزند که به یک گپ زدن همه این بیان کردنش دشوار می باشد. بله درست است. بله درست است. پیش از اینکه ما به این گفته های قناعت صحبت بکنیم، در قسم اولی که صحبت گذاشتم گفت که امروز در همین زمان ما بعضی از طالب علم هایی که علم ندارند و نمیفهمند و یعنی این درست نیست. این صحبت درست نیست. کسایی که این مسئله را برآوردند و به قرآن و سنت صحبت میکنند اینها علم دارند. در بالای همین موضوع علم دارند که صحبت میکنند. اما قناعت که عموما میگد کسایی که همین موضوع برآوردند و صحبت میکنند اینها علم ندارند، نمیفهمند، تکفیر میکنند، این یک بی‌ادبی در نمود صحبت کردن و تحقیر. عادتا این چنین روشی صحبت کردن رو من در بسیاری همون آذری های تاجیک و افغان که دیدم همین چنین بی‌ادب هستند. همین چنین بی‌ادب هستند که من خود قناعت رو نگفته ایستادم. ببینید بسیار آذری که ما صحبت کردیم یک باره اومده به یک طالب علم اهل سنت صحبت نکرده، دلیل ها رو ندیده، میگن که اینها جاهلند، اینها غلو کردند، یعنی همین موضوع رو فقط جاهل ها شدن میگد. به این موضوع علما کتاب نوشتند. علمایی که کتاب نوشتند اینها همشون جاهلند، یعنی همین موضوع رو که شده نوشتند. مثلا حاضر علمای زنده عبدالمحسن العباد کتاب نوشت در همین مسئله. فرزندش عبدالرزاق البدر در همین مسئله رساله کوچک دارد. و صدها عالم دیگری که من حالا میتونم به تو همین علمای زنده همین روزا رو بگم. پس اینهایی که این موضوع رو گفتند اینها درست نیست. وقتی که صحبت میکنید شما طالب علم ها به انصاف صحبت بکنید. باید میگفتی اینجا شما آقای قناعت میگفتید که هستن طالب علم هایی که الحمدلله علم دارن صحبت میکنن، لیکن هستن طالب علم هایی که یا آدم های عادی که از همین صحبت نفهمیده به غلو رفتن. ما به این گپ روزیم. بله بعضی ها نفهمیده در این مسئله به غلو می روند و ما هم شب روز نصیحت میکنیم که به غلو نروید. تفصیلات و تقسیمات دارد. اما به خاطر این که مردم به غلو نروند این مسئله را گم کرده، نابود کرده، پنهان کردن هم نمیتوانیم و درست نیست. ما مجبور هستیم، مسئول هستیم که مسئله را بیان بکنیم، هم از افراط و هم از تفریط مردم نگه داریم و وقتی صحبت کردن انصاف کنیم. وقتی صحبت کرده باید انصاف داشته باشیم. یک باره به تحقیر همه طالب علم گذاشتن این طالب علم درست نیست. این یک منهجی غلط در بیان کردن مسئله است. ببینید حالا مسئله رو بیان نکرده یک باره زبان زدن، زبان درازی کردن در حق طالب علم های اهل سنت است. این درست نیست. اما نقطه دوم که حالا گفت یک چند سوال ها در گرد این مسئله وجود دارد. بله جهل یعنی ندانستن، ندانسته یک عمل رو انجام دادن. عملی مثلا کفر است، شرک است، شرک اکبر است، شرک اصغر است، شرک یا کفر اکبر، کفر اصغر، گناه، بدعت و غیره مسائل. و این مسئله تعلق دارد، دین ما معروف است که عقیده دارد، احکام دارد و این مسئله میگه به همه اینها مسئله، به همه این مسائل یک حالت خاص خود را دارد و این مسئله نازک است. بله درست است، ما راضیم. لیکن مسئله اینقدر نازک نیست که یک طالب علمی که 20 سال خوند با یا استاد دیگر طالب علم ها هست بعد از 20 سال 30 سال خوندن این مسئله رو عمیق و دقیق بیان نکند که در کدام طرف است. تو این درجه مسئله نیست. این مسئله برای آدم های عادی عامه بله در یک صحبت کردن اینا بله بیان کرده نمیشه، لیکن منهجاً بله بیان کرده میشه. بیایید من به شما مختصرا بیان بکنم، شاید تعلیم بگیرین، شاید از همین جا استفاده بکنین. ببینید دین ما تقسیم می شود به 3 تقسیمات و همین تقسیمات رو امام ابو حنیفه کردند، چه خیلی که در سرخسی اومده. همین تقسیمات رو امام شافعی کردند، چه خیلی که مزنی ذکر میکنند و این صفحه رقم کتاب ها خودی سخنی این امام ها وقتی که لازم شد به شما ذکر میکنم. لیکن حالا من فقط میخوام مختصرا صحبت رو به خاتمه رسونم. میگن دین ما اصل دارد و دین ما غیر اصل مسائل دیگر عامه دارد و علما بالاخره همین سخن رو جمع کردند و گفتند که دین ما اصل دارد و دین ما مسائل ظاهر دارد، یعنی مسائل های ظاهر به مانند نماز، روزه، حج، زکات، حجاب که در بین مسلمان ها ظاهر است، یا که این رو امام شافعی مسائل العامه گفتند، همه میداند عامه.
اما یا که این را گفتند معلوم من الدین بالضروره، نام های مختلف ذکر کردند، مسائل عامه، مسائل ظاهره، مسائل معلوم من الدین بالضروره. انا همین رو یا واجبات گفتند بعضی ها. این قسم دوم دین ماست. قسم سوم دین ما این مسائل خفی هست. خفی مسائل های نازکی که غیر از علما و طالب علم ها دیگر کس ها در این مسئله فهمیدنش خیلی یعنی مشکل است یا حکم کردنش اصلا درست نیست آدم های عادی در این مسائل خفی. انا کنون جهل به هر سه این مسئله دیده حالت خاص خود را دارد. جهل اگر خاص جهل نظر بکنیم، اصول دین به جهل عذر نیست. در مسئله اصول دین چیست؟ یگانگی الله سبحانه و تعالی، وحدانیت الرب میگن امام ابو حنیفه و امام شافعی، یا که به دیگر لفظی که علمای نجد استفاده بردن التوحید، یگانگی الله در توحید، ربوبیت، الوهیت، اسما و صفاتی که مسائلی اصول دین به رب داره، زیرا که اسما و صفات به دو قسم خودش تقسیم میشد. صفات های از که از اصل دین است و صفات های از که خفی است. امام شافعی ذکر میکند که صفات های خفی به جهل عذر است. صفات هایی که یعنی همه فهمیده نمیتواند یا معناش خطا میکند و غیره. اما صفات های است که از اصل دین است، مثلا علم داشتن الله، قدرت داشتن الله، حیات داشتن الله، وجود داشتن الله. اگرچه وجود این صفت الله نیست، لیکن استفاده بردن این کلمه درست است. این چی است؟ اینها از اصل دین است. در این مسئله جهل عذر نیست، زیرا که این به فطرت و به عقل فهمیده میشد. بالاخره ابن تیمیه رحمه الله در کتاب مجموع الفتاوی مجله 20 صفحه 37 و 38 در همین مسئله خیلی زیبا صحبت میکنند و میگن که اسم پیش از ارسال الرسل و پیش از قیام حجت ثابت میشود در بعضی حالت ها و در بعضی مسائل که اصول دین است، و در بعضی حالت ها حکم و اسم در یک جا جمع میشود. یعنی کسی که جاهل باشد اگرچه حجت نرسیده باشد در مسئله اصول دین میگن جهل عذر نیست، اسم داده میشود. اسم به آدم جاهل هم یعنی شرک کند مشرک، کفر اکبر کند کافر. یعنی کسی اومد الله دشنام داد یا کسی اومد استهزا کرد، اینها یعنی احترام الله به جان آورد، حق الله به جان آورد. توحید شکست در اصول دین شکست، جهلش عذر نیست، نمیدونم گفتنش عذر نیست. مختصرا بگویم در قسم اول دین که اصل دین است، این چی است؟ یکتا عبادت کردن الله، دانستن الله یگانه، دانستن الله در ربوبیت، الوهیت، اسما و صفاتی که گفتیم قسم اولش که از اصل دین است. از ربوبیت است این حکم کردن به حکم الله، و شرک و کفرهای اکبر هست که باید از اینجا ترک کرده شود. انا این اصول دین است. اصول دین یعنی براءت از کفار و مشرکین، کفر ورزیدن به طاغوت، این توحید. در اصول دین جهل عذر نیست. این به اجماع علما هست. در این مسئله علمای سلف اختلاف نکردند. علمای سلف در این مسئله اختلاف نکردن، اجماع هست. هر کسی میخواد بگوید که در این مسئله اختلاف است، اختلاف سلف به نزد ما بیارد، وگرنه کذاب است، دروغگو است، کسی نباشد. اما در مسئله علمای معاصر این قناعت در آخر صحبتش میگه که ابن عثیمین، ابن باز، ابن باز اولا سلف نیستند، ثانیا سخنهای ابن عثیمین و ابن باز را شما یک نمود میفهمید و ما یک نمود میفهمیم، و ما سخنهای انیق و واضح ابن عثیمین و ابن باز داریم که جهل عذر نیست میگن. تمام، ما همین سخنشون میگیریم. سخنهای معاصره، سخنهای علمای معاصر هر سخنشون که موافق به سلف است قبول است، مخالف به سلف قبول نیست. یعنی این منهج است، یعنی به منهج گپ زنید، به عاطفگی یا به غیر عاطفگی گپ نزنید. این دین منهج است. اما قسم دوم مسائل معلوم من الدین بالضروره، یا که مسائل عامه یا که مسائل الظاهره، این به مانند نماز، روزه، حج، زکات، حجاب پوشیدن، حلال حرام، این مسئله در سه طایفه جهل عذر است. سه طایفه، کسی که بادیه است و به این دلیل نماز فرض بودنش نرسید، مسلمان شد لیکن دلیل نرسید که نماز فرض است یا روزه فرض است یا که حجاب پوشی فرض است یا که عرق حرام بودن نرسید به این، زیرا که در گرد اطرافش مسلمان ها نیست، یا که در بین کفار نشأت یافت، همه گرد اطرافش کافر است، نفهمید نماز خواندن، فکر کرد که مسلمان نماز نخواند هم میشد، زیرا که قرآن دلیل به این نرسید، یا که نو مسلمان شد نفهمید، تا فهمیدنش عذر دارد.
تا همین دلیل رسیدن عذر دارد، جهلش عذر است، زیرا که این مسئله اصول دین نیست، مسئله معلوم من الدین بالضروره، مسئله ظاهر است، عام است، این حتما به قرآن و سنت فهمیده میشد. اما اگر همین سه حالت نباشد و در بین مسلمان باشد، در بین مسلمان ها باشد، یک آدم در بین مسلمان ها زندگی میکند، در نزدش مسجد است، عالم است، علما هست، طالب علم ها هست، بعد از این گوید که من نماز فرض بودنش نفهمیدم، گفته نماز نخونده گرد کافر است. روزه فرض بودنش نفهمیدم، روزه فرض نیست، گوید کافر است. حجاب نیست در اسلام، گوید کافر است. عرق حلال است، گوید کافر است. حرام بودنش نفهمیدم، گویدم کافر است، زیرا که این در بین مردم گشته است، این در بین مسلمان ها گشته است. در بین مسلمان ها دانستن این مسئله معلوم من الدین بالضروره است، معلوم است دانستنش در دین به ضرورت، خواهی نخواهی باید فهمی، زیرا که تو در بین مسلمان هستی. این چیز در بین مسلمان ها نفهمیدنش ناممکن است. اما بله، اگر در بین مسلمان ها نبودی، در این قسم دوم جهل عذر است، فقط در همین سه طایفه، در مسائل ظاهر. ببینید قسم دوم هم خیلی مسئله سخت است، انسان هایی که در بین مسلمان ها میگردند عذر نیست برایشون. اما قسم سوم دین، این که مسئله خفی هست، در مسائل خفی بله جهل مطلقاً عذر است، خود در بین مسلمان ها باشی، خود در نزد علما ها باشد، خود در کجای نباشی، در مسئله خفی جهل عذر است. اما این برای که آدم های عادی، علما هم برایشون عذر است وقتی که تعویل یا یگان غلط فهمی کردند، اما آمدند و اگر قصداً دلیل های اهل سنت انکار کردند، البته در این حالت مبتدی و غیره گفته میشد. مسائل خفی معروف است، جهل عذر است. و این سخن ها تقسیمات در همه کتاب های اهل سنت هست. کسی که علم دارد، علم را به تقسیمات و تفصیلات خونده است و علم را، یک نقطه انیق من به شما میگم، نقطه خیلی ضروری، اگر علم را در نزد علمای اهل سنت زانو زده نشسته خونده باشد، این چیز میفهمد. اما اگر 30 سال 20 سال خودآموز باشد، در نزد علمای اهل بدعت تعلیم گرفته باشد، خودش خونده باشد، این چیز جمع کرده گرفتنش خیلی یعنی مشکل است. برای همین بسیار انسان هایی که طالب علم مشهور است و 20 سال 10 سال 50 سال علم خوندگی است، می آید و همینجا چی میکند؟ بنام عالم، بنام دعوت، بنام خیلی آدم مشهور است، می آید در همینجا غلط فهمی میکند، تقسیمات نمیفهمد. شما یک بار نظر کنید که استاد همین آدم کی بود، چه خیلی تعلیم گرفت، چند سالگیش به تعلیم گرفتن شروع کرد. می بینید که از جوانی تعلیم گرفتن شروع کرده باشد، هم در نزد علمای اهل سنت تعلیم گرفتگی نیست، خودآموز است، علماهایش همیش اهل بدعت است و نآموخته است، یا که در یک نزد عالم نشسته باشد هم کم نشسته و نخونده است. و در برای همین علما میگن که در نزد علمای اهل سنت نشینید و به منهج بیاموزید، علم را به منهج بیاموزید. برای من ضحاک و غیر روایت میکرد محمد ابن سیرین و در مقدمه صحیح مسلم هم اومده است که امام مسلم در مقدمهشون از این علما ذکر میکنند و میگن که سلف صالح میگن که العلم دینون، علم دین است، همین علمی که میگیرید تو دین گرفته شده. فانظروا من اين تاخذون دینکم، شما نظر بکنید که دین رو از کی گرفته شدید. طالب علم ها این سخن به شما داخل دارد، شما علم مختص شده، از کی علم مختص شدید؟ بعد از این مشکلی شما وابسته به همین به وجود می آید. اگر علم خودآموز گرفته باشید، علم از اشعری، از ماتریدی یا علم از علماهای نوعانیق گیرید، شما این مسائل به حتما خطا میکنید. انا این مسئله است. یعنی من به شما مختصرا برادرها و خواهرهای مسلمانم این مسئله رو مختصر بیان کردم تا که فهمید که این مسئله یگان جایی اینقدر مشکلی سخت ندارد. برای طالب علم میتواند انا خیلی مختصر 5 دقیقه بیان کند. دوام سخنش گوش میکنید. و همچنین مسائل دیگری را که ذکر کرده می شود که آیا تارک نماز، یعنی کسی که نماز را به سبب تنبلی ترک میکند کافر است یا که کافر نیست، و همچنین مسائلی که تعلق به شروط لا اله الا الله دارد. تمام این مسائل می باشند که همچنین در اطراف همین موضوع می باشند، یعنی به همین موضوع چی دارند؟ پیوستگی دارند از بعضی. البته شروط لا اله الا الله را ندانستن و نفهمیدن بله در حقیقت به این موضوع پیوسته دارد. بله درست است، زیرا که الله سبحانه و تعالی میگه فعلم، بدون امر میکند. امر در اصول فقه ما میدونیم که 4 مذهب میگن الامر يدل على الوجوب. امر الله اصلش دلالت به فرض میکند، یعنی واجبیت میکند، فرض و واجب فرق ندارد. پس الله به من شما امر کرد و این فرض است که هر کسی که مسلمان شد باید فعلم بداند. پس بدون ای انسان که نیست معبودی برحق بجز الله، معنای لا اله الا الله و طلبات و مقتضای اینا باید بدونی وقتی که مسلمان میگی.
لا اله الا الله گفتی معناش ندونستی، نفهمیدی، مسلمان نیستی. جهل در این مسئله عذر نیست. یعنی لا اله الا الله گفتی نفهمیدی که معناش چی است. به مانند یک زبان فارسی دان گویا که زبان انگلیسیه که معناش رو نمیدوند گفت و رفت، این فایده ندارد. باید معناش رو دانی. مشرکین پیامبر رو برای چی قبول نکردند؟ برای اینکه معنای لا اله الا الله رو فهمیدند و معنای لا اله الا الله ضد آنها بود، برای این قبول نکردند. اگر مشرکین معنای لا اله الا الله رو نمیدونستند پیامبر رو قبول میکردند. مشرکین چرا پیامبر رو قبول نکردند؟ برای اینکه معنای لا اله الا الله بر علیه مشرکین بود، بر ضد شرک و کفر بود. جهل در نفهمیدن معنای لا اله الا الله عذر نیست. و در این مسئله صدها سخن علما رو میاریم و اجماع رو از علما ذکر میکنیم و در درس‌های ما در صدها حلقه ما این مسئله رو گشته و برگشته بیان کردیم. خواهش میکنم روید استفاده برید. الله سبحانه و تعالی در آیات میگه الا من شهد بالحق و هم یعلمون، الا من شهد بالحق و هم یعلمون. در روز قیامت کسهای شفاعت کرده میشوند و الله اجازه میدهد برای شفاعت شدنشون فقط یک طایفه رو که لا اله الا الله رو گواهی دادن در حالتی که معنایش رو میدانند. معنای سخن چی است؟ معنای آیت همین است که در روز قیامت کسهای نجات مییابند که لا اله الا الله رو گفتند و معناش رو فهمیدند، مقتضا و طلباتش رو. کسایی که لا اله الا الله رو گفتند و معناش رو نفهمیدند، از این میبرد که نجات نمییابند و شفاعت از جانب الله نمیشوند و برای شفاعت شدن اجازت هم الله نمیدهد. این را مفهوم المخالفه میگن که مفهوم المخالفه حجت است در نزد اهل سنت و الجماعه در علم اصول فقه. اما در مسئله نماز را کسی تنبلی کرده خواند یا نخواند جهل عذر است یا نیست، این مسئله دیگر مسئله است. زیرا که کسایی که نماز را تنبلی کرده میخوانند از سبب جهل اینها نماز را ترک نکردند، اینها از سبب تنبلی جهل نیست. ببینید طالب علم ها چقدر آمیخته میکنن مسئله رو. کسی که نماز را مطلقاً ترک کند و در بین مسلمان ها نباشد، آیا جهل عذر است یا نیست؟ یا کسی که نماز را مطلقاً ترک کند و در بین مسلمان ها باشد، آیا جهل عذر است یا نیست؟ در این مسئله میگیم که بله، در بین مسلمان ها باشد جهل عذر نیست، اما در غیر مسلمان ها باشد، در همون سیت بادیه نشین باشد، نو مسلمان شده باشد، نو یا که در بین کفار نشأت گرفته باشد، جهل عذر است. حالا به او دلیل نرسیده باشد فرضیت نماز، اما در بین مسلمان ها دلیل و میرسد معلوم من دین بی‌ضرر است، جهل عذر نیست. اما مسئله یک نماز ترک کردن از سبب تنبلی یا غیر تنبلی این دیگر مسئله است که خیلی مسئله نازک است. این باب تنبلی و غیره. دوام سخن جهتا. اما یک چیزی دیگر من میخواهم یعنی خاطر رسان کنم. امروز یک کسی برای من یک نامه ای را فرستاد که با یک شخصی که مشهور است، یعنی طالب دین افیسیال، و این شخصی می باشد همین طالب دین، این یک شخصی می باشد که در مدت چندین سال می شود که به منتج کردن ویدیوهای ابو محمد مدنی و کسانی که در اطراف همین فکر هستند مشغول می باشد. ببینید من چرا خواستم به همین صحبت طالب علم قناعت یعنی تعلیق بکنم یا که یک تسجیل و یک صحبت داشته باشم، به خاطر آن که در همین صحبتی که 4 دقیقه هست این حضرت قناعت نام مرا هم در همونجا گرفتند و در همونجا که نام من آمد و مسئله به من ربط دارد و من هم همراه شدم در همین مسئله من هم جواب دادم. اگر در همون مسئله من همراه نمی کردند من جواب نمی دادم، زیرا که این مسئله خیلی یک بزرگ، یک تهمت بزرگی است که یک چند سال است شخصا مرا بسیار عازری ها تهمت میکنند که فلان عالم رو تکفیر کردی. این مسئله که قناعت صحبت میکنند به همون موضوع ربط دارد، باز همون تکفیر کردن ابن عثیمین و ابن باز و البانی و غیره هست که ببینید یک نفر از قناعت صحبت میکند که در مسئله عذر بالجهل با ما صحبت کنید. آقای قناعت بجای اون که به این سوال جواب بدهد میگد که این مسئله نازک است، در یک حلقه گپ زده نمی شود، میگویند و بعد از این می آید یک طالب علم آفیسیال گفتگی سایت رو به من گویا که منتج کننده درس های من بوده است آمیخته میکند و در دوام صحبت میگد که ابو محمد مدنی یعنی درس هاش رو ویدیوهاش رو به همین آدم ارسال میکند که او منتج میکند. من اولا طرز منتج شدنی درس هام رو به همه شما مردم و بخصوص به طالب علم ها
و بخصوص به آذری ها و اینچنین به قناعت رسانم که انا همین روز من درس هم رو به یگان برادر یا که یک چند سال است که به یگان برادر ارسال کرده منتج کن نمیگویم. طرز منتج کنی ما چه است؟ من درس ها رو میکنم تسجیل به گروه مخصوص خودم که در تلگرام است میگذارم. هر کسی که خواست میگیرد منتج میکند و میگذارد در یوتیوب. من دو آدم معین دارم که به همین دو آدم معین جوابگو میشوم و من در نزد الله خودم مسئول حس میکنم که اگر همین برادرها خطاگی کردند من باید به اینها نصیحت کنم، زیرا که این دو نفر در حقیقت به من در وقت منتج کردن یا در بسیار حالت چی میکنند؟ همکاری میکنند. یکی از این گروه ها ابو محمد مدنی که تقریبا 12,000 یا 13,000 آدم دارد. نام من به همون طرز سیاه یا سفید نوشته شده است. من دیده میستم هر خطاگی که شد و هر چیزی که نوشته شد من حرکت میکنم که به اینها نصیحت کنم. یک برادر دیگر کم در بعض گروه ها هست، همین گروه به او هم همراه هست، همین است. اما دیگر به نام من ابو محمد مدنی من میبینم که تلگرام ها 10 تلگرام یا که 10 تقریبا 20 کانال یوتیوبی رو دیدم که کشوده شده است. ابو محمد مدنی گفته کشودند. الحمدلله من با این برادرها گفتم که برادرها عموما نصیحتی من به شما همین است که وقتی که منتج میکنید یا که درسای مرا فقط درسای مرا منتج کنید و آمیخته نکنید یا نبرید یا اون چیزا نسازید. همین قمان گفتم. و از نام من به نام من اگر گروه شده باشد کامنتر ننویسید. از نام من کامنتر ننویسید. انا می نصیحت کردم. این نصیحت عموم است به همه برادرها و تا به حال من ندیدم که یگان برادری من به نام من در آمده در یگان جای از نام من یگان کامنتری تکفیر نوشته باشد. الحمدلله ندیدم. برادرهای مرا الله حفظ بکند، کسایی که با من همکاری دارن یا ندارن. جزاکم الله خیر. این از یک فضل الله هست که الله این چنین برادرها رو به من داده و این فضل الله هست که از نام من گروه ها میکشند و درس ها رو منتشر میکنند. اما ما راضی نیستیم از همون کسانی که گروه ها رو میکشند و میبرند و تکفیر میکنند. ما راضی نیستیم و این راضی نشدن رو یک چند بار هم پیشتر هم کرده و گفته و نصیحت کرده بودیم و حالا هم گفتیم. اما این انسانی که برآمده است و سایتش کدام نام است؟ نام سایتش این انسانی که مشکلی دارد و قناعت از مشکلی همون حالا صحبت میکند، این طالب علم آفیسیال است. میگد که یک چند سال است سخن ابو محمد رو منتج میکند. بله، شاید یگون برادری که من نمیشناسم منتج کند. من اون را نمیدونم، من اون را با او تماس گرفته نتوانم. من کنترل این انسان در دست من نباشد. این یک آدم آزاد است، اعتقاد آزاد داشته باشد، درس‌های مرا دوست داشته باشد و قبول دارد و منتج کند. در اینجا من هیچ آمیخته به این مسئله نیستم. من میگم الله حفظش کند و برکش بدهد و باز درس‌های ما رو منتج بکند، لیکن خطاگی‌هایی که دارد دست کشد. از تکفیری که میکند، تکفیری ناحق، اگر تکفیری که میکند تکفیری ناحق باشد دست کشد. تکفیر کردن علما، تکفیر کردن مردم عامه دست کشد. حالا میریم که این کی رو تکفیر کرده و عقیده ما در این باره چی است، حالا صحبت میکنیم. ببینید. و همین شخص یعنی با کسی بحث کردگی است یا که یگان گفتگو کردگی است و در جواب نوشتگی است که گوش کن من ابو محمد مدنی نیستم. یعنی اول گفتگی است که پس چون که همین طالب دین معلوم نیست که شخصیتش کی می باشد. بله معلوم نیست شخصیتش کی می باشد، لیکن من حالا به شما مسلمان ها قسم میخورم والله بالله تالله من در یوتیوب یا که نمیدونم در همون کامنتر نویس جای ها، در همون جایی که یوتیوب هست همین نام از من نیست و من شخصا خودم در یوتیوب کامنتر نمی نویسم و نمی توانم و وقت هم ندارم. پس این آدم معلوم نیست کی بودنش، معلوم نباشد کی بودنش، چرا میورد به ما پیوست میکنید؟ میگه که درسای ابو محمد مدنی رو منتج میکرد. درسی مرا صدها آدم منتج میکرد. هر آدمی که منتج میکرد من پیش او را گرفته نمیتونم. دوامش گفتگی است که من ابو محمد مدنی نیستم. فهما البانی یک مشرک است. الحمدلله که خودش همین آدم گفت است. الله جزای خیرش دهد که گفت است که این برادر گفت است که من ابو محمد مدنی نیستم. بله ابو محمد مدنی نیست. چی حادثه شد؟
یعنی در زیر کدام ویدیو باشد، در زیر کدام یگان رولیک یوتیوب، دو سه نفر در کامنتاری نوشتن، در تعلیق نوشتن، به هم دیگر بحث میکنند. این آدم انا همین طالب علم یا طالب علم اوفیسیال می برایت سه نفر رو تکفیر میکند. کی رو ببینیم؟ و بعد از این میگه که البانی یک مشرکه. عثیمین و ابن باز شک ندارم، یعنی که در ابن عثیمین و ابن باز، در شیخ ابن عثیمین و ابن باز در مشرک بودنشان شک ندارم. یعنی این آدم برآمده گفته است که البانی مشرک است گفته است و ابن باز و ابن عثیمین به شک ندارم گفته است. لیکن همین گپه کی گفته است؟ همون صاحب یک سایتی که کی بودنش معلوم نیست. و من این آدم قسم به الله میخورم که یک ببینید انامین حاضر کوفتکو شروع کردیم به برادرها. من به یک چند برادرها گفتم که برادرها همین آدم کی است، یک بیارید نصیحت بکنیم. ما بیخبر است. در یوتیوب همه شما میدونید که صدها کانال است و همه میتواند این کار رو انجام بدهد. و حتی من یک چیز رو به شما بگویم، به نزدیکی خوارج‌ها از نام من در ایمو، در یوتیوب نه البته در ایمو، همون مثل کانال من کانال شدند و برآمدن از نام من خیلی مردم هر خیل گپو گفتند. وقتی که به من رسید به یک عذاب برآمدیم، همین یافتیم، نصیحت کردیم، رفت. در بعضی حالت دیگر رو این کار میکند. این مشکلی در بین مردم هست. ما یک آدمای عادی طالب علم هستیم، همه را کنترل کردن نمیتونیم. بعضی ها به خاطر بدبینی، بعضی ها به خاطر امر طاغوت رو به جا آوردن امروز شب و روز، بعضی ها به خاطر حزبی بودن، بعضی ها به خاطر عاذری بودن در حق ما این تهمت ها رو کرده اند. چگونه که محمد شریف عبدالعلیم مشرک، ابو صهیب مشرک در گرد و اطراف همین خودی قناعت میگردد، دوست قناعت است. اینها منتج کردند، صحبت ما رو منتج کردند، امام شافعی رو تکفیر کرد، گفته منتج کردند. من خواهش میکنم به همین قناعت که این منتج کرده و ها رو هم برا بگو که این منتج نکنید، این دروغ است. ابو محمد مدنی امام شافعی رو کافر نگفت، خود شما کافر شدید. ابو محمد منتج کردید، گویا که امام شافعی رو خود شما عذری ها تکفیر کرده شدید. خواهش میکنم نصیحت بکنید در این گرد اطراف خودت بوده رو. بالاخره این چنین منتج ها رو ما دیده استادیم و بخصوص از جانب عذری ها. اما قناعت در همین جا یک خطاگی میکند. میگوید که همین انسان چی گفته است؟ در کامنتر نوشته است که البانی کافر است، اما ابن باز و ابن عثیمین من شک ندارم. قناعت فهمیده است که شک در کفر و شرک بودنش ندارم. من چه خیل میفهمم. من فکر میکنم که این آدم البانی رو مشرک گفت. البته که این کارش درست نیست، خطا است. بله البانی با عقیده عذر المشرک یک وقت جهل رو عذر گفته و با علما بحث و مناظره شده. بله، لیکن البانی از این عقیده توبه کرده. در نزد ما خط دستی و از شیخ صالح آل شیخ بحث مناظره که شده در یوتیوب هست. ما میگیم که البانی از مسئله عذر المشرک توبه کردند. اما این صحبتی که این جوان در اینجا کرده که میگوید در مسئله ابن باز و ابن عثیمین شک ندارم، من چه خیلی میفهمم. من میفهمم که یعنی ابن باز و ابن عثیمین من شک ندارم، اینها خوبند. شک ندارم در خوب بودن اینها. من میفهمم. قناعت میفهمد که شک ندارد در مشرک بودن اینها. فهم من و فهم قناعت من خوب میفهمم. من فکر میکنم که در همینجا البانی را جدا کرده است و بعد از این گفته است که ابن باز و ابن عثیمین به شک ندارم، یعنی شک در انشاءالله مسلمان بودنشون ندارد. لیکن شخصا عقیده مرا حالا میپرسد، عقیده مرا خودی قناعت میپرسد. حالا بعد از این جواب میگم عقیده ما چی است. و بعد میگوید که من به منتج مشغولم، برای قطعی ابو محمد مدنی بحث کن. یعنی تو یک شخصی که مشغول به منتج ویدیو میباشی، آیا تو را که حق دادگی است که در حق همه گونه علما همه گونه سخن میزنی؟ آیا یگان علم شرعی داری؟ آیا یگان مثلا بگیریم یگان درجه علمی داری؟ یا یگان کس اصلا علمی تو را و عالم بدنی تو را اعتراف کردگی است که همه گونه سخن ها را میگوی؟ یعنی یک شخصی که مشغول به منتج می باشی، یا این که مثلا این افکار ابو محمد مدنی می باشد و پنهان میکند. اولا ببینید، ما میگویم که
در حقیقت سخن قناعت در همینجا درست است. یک کسی عادی باشی، به منتج مشغول باشی، چرا این عمل رو انجام میدی؟ چرا برای به علما صحبت میکنی؟ مگر مشرکین، مگر کفار کم هستند؟ این کار درست نیست. این کار درست نیست. بسیاری ها آمدند، همه مشرکین، همه کفار پرتافتند، شب و روز همون به عالم ها چی کردند؟ دست زدند و چنگ زدند و به همین عالم ها دیگرهای چی میکنند؟ به همین عالم ها دیگرهای میسنجند. حتی به خودی من یک چند بار به نزدیکم 2-3 ماه پیش گفتند فلان عالم تو کافر نگوی، تو خودت کافری. ما گفتیم ما کافر نمیگیم. عبدالعزیز طرایفی را به من یک کسی گفت است که تو کافر نگوی تو کافر میشوی. من گفتم عبدالعزیز طرایفی من کافر نمیگم. با گفتی تو من کافر هم نمیشم. یا که بسیار انسان ها ببینید، اولا سخن قناعت رو ببینید، میگه که یا این عقیده خودی ابو محمد است که یعنی ابن باز ابن عثیمین اینو را تکفیر میکند و لیکن پنهان میدارد. ببینیم بگیریم یگان درجه علمی داری یا یگان کس اصلا علمی تو را و عالم بدنی تو را اعتراف کردگی است که همین گونه سخنها را میگوی. یعنی یک شخصی که مشغول به منتج می باشه، یا این که مثلا این افکار ابو محمد مدنی می باشد و پنهان میکند. اگر که پنهان کند باید که ابو محمد مدنی باید که در جواب این نامه باید که یک جوابی بگرداند که آیا همین شخصی که مشغول از به منتج کردن ویدیوهای آنها و همین گونه فکر و اعتقاد و عقیده دارد، آیا همچنین کسانی که برای او را ویدیوهاش نمیفرستند تا که منتج کند در همین گونه فکر و افکار شریک می باشند؟ یعنی باید این چیزا معین کنن، موقفشون یعنی به خوبی معین. بله، این طلب قناعت درست است، معین کردن موقف درست است، لیکن من خواهش میکنم از طالب علم ها که انصاف را هم پیشه کنید. من 2 سال است که موقف خودم را معین میکنم. به خاطر موقف خودم را معین کردن بسیاری ها مرا تکفیر کردند، کسایی که به غلو رفتند. موقف من همین است که این علما را رحمه الله میگم، ابن عثیمین، ابن باز و البانی را هم. اما موقف من همین است که رحمهم الله میگم و میگم که اینها انسان بودند و خطاگی داشتند و خطاگیشون رو اگر خطاگیشون رو دیدیم این چی میکنیم؟ انکار میکنیم. و موقف من همین است که ابن عثیمین، ابن باز و البانی جهل رو در شرک و کفر اکبر عذر نمیدانستند. بله، البانی در مرحله اول جهل رو در شرک و کفر اکبر عذر گفتند، اما بعد از این که با شیخ صالح آل شیخ اینها بحث و مناظره کردند، البانی از این قول گشتند و گفتند هر کسی که کفر به طاغوت ندارد و نمیفهمد و مشرک چی و به شرک واقع شده، ندانستنش عذر نیست. و در این مسئله الحمدلله یوتیوب آشکار و واضح است. ما علمای رو که اعوذ بالله کفر اکبر و شرک اکبر ندارند چگونه تکفیر میکنیم؟ بله، کسانی که تکفیر میکنند اینها میگویند که ابن باز و ابن عثیمین، مثلا بخصوص ابن باز و ابن عثیمین میگن که اینها کفر اکبر و شرک اکبر داشتند. ما میگیم که در کدام مسئله؟ میگن که جهل رو در شرک اکبر عذر میدونستند. ما میگیم که غلط است. برعکس سخن ابن باز در نزد من هم نوشته و هم آوازی وجود دارد، هم کتاب وجود دارد که جهل در شرک اکبر و کفر اکبر عذر نیست میگفتند و مشرک رو مشرک میگفتند. ابن عثیمین هم آوازشون وجود دارد در سؤال و جواب نور علی الدرب و هم نوشته وجود دارد که جهل رو عذر نمیگفتند. آخرین سخن این مشایخ همین بود و شاگردانشون از این مشایخ همین رو ذکر میکنند که ما در شاگردان این مشایخ تعلیم گرفتیم و میگویند که اینها مثلا جانبداری حکومت طاغوتی سعودی بودند که حکومت طاغوتی سعودی جانبداری امریکا و غیره بود. ما در این مسئله گفتیم که علما در مسئله کدام حکومت طاغوت بودنش و نبودنش در کتابهایشون و در فتواهایشون بیان کردند. اما در مسئله خود حکومت سعودی شاید در حالت اکراه بودند و شاید ها بسیار است.
اما سخن حق رو گفتند یا نه که هر کسی که مثلا کمک به حکومت کافری بکند، هر حکومت مسلمانی که کمک به حکومت کافری بر علیه مسلمانان کند کافر است یا نیست گفته. در کتابشون گفتن، در شرحش کننده اسلام ابن باز نظر کنید، ابن عثیمین نظر کنید، گفتن سخن حق گفتگی است. اما کمبودی دارند یا ندارند؟ بله دارند. اینها ملائکه نبودند، اینها معصوم نبودند، اینها پیامبر نبودند، اینها یگان سلف نبودند، اینها خطاگی دارند، کمبودی دارند. ما کمبودی اینها را انکار میکنیم، خطاگی اینها را انکار میکنیم. هر سخنشون که موافق منهج سلف است قبول است، هر سخنشون که موافق سلف نیست قبول نیست. تو طرفداری که از طاغوت‌های این حکومت سعودی سخت کردند، بله ما انکار میکنیم، قبول نداریم. اگرچه تکفیر هم نکنیم، قبول نداریم. موقف من علمین است، آشکار است، واضح است. اما انصاف شما در کجا هست؟ مثلا خود قناعت رو من خطاب میکنم که انصاف شما در کجا است؟ من 2 سال است که همین سخن رو زیاده از 10 مراتب گفتم در ایما، در بحث‌های مباشر، قریب که بعد از هر یک روز میگویم. در تسجیل ها گذاشتم در یوتیوب، اما بعد از این 2 سالی که من صدها مراتب این سخن رو گفتم، باز میاد میگید که موقفش رو معین کند. موقف رو من معین کردم. چرا شما کوفته یافته یک بار نمیبینید موقف من رو؟ باز گفته شدید که اگر عقیدهش پنهانی همین باشد، این عقیدهش نباشد. این من موقفم رو 10 مراتب معین کردم. اما افسوس که شما موقف ما رو دیدن شاید نمیخواهید. من نمیدونم موقف شما خود شما چی است. موقف شما این است که شما به این علما تهمت میبندید. در دوام صحبتی قناعت است که میگد که جهل عذر میگد. ببینید اما اصلی مسئله که تعلق به عذر بالجهل دارد. وقتی که خلاف زیاد شد، ما برای فهمیدنش به چی برمیگردیم؟ به فهم علمایی که به آنها اعتماد میکنیم برمیگردیم. و علمایی که ما به آنها اعتماد میکنیم همین شخصایی میباشند که این یعنی منتشک آنها را اصلا مشرک میگوید. حاضر مثلا من اگر که برای شما جواب بیارم، جوابی سلیمان علوی نمیارم، یا که جوابی مثلا ابن عثیمین نمیارم در این مسئله، یا که بعضی اقوالی را که از حتی از ائمه نجدی آمده هستند در این مسئله اگر که ذکر کنم، آیا به این گفته ها قانع هستند؟ این نمود سخن کردن را تلبیس و تدلیس میگند. یعنی فریب دادن، آمیخته کردن. یک نفر از تو طالب علمی که میخونی 20 سال شاگردها داری، سوال نمود که عذر بالجهل رو به ما بیان بکن. اگر جهل رو عذر بگویی بیان بکن، حجتات بیار. اگر جهل رو عذر نگویی بیان بکن، حجتات بیار. چی لازم است نام مرا در اونجا گرفتن؟ چی لازم است یک منتجنیک رو آوردن و به من چسبانیدن؟ چی لازم است؟ طالب علم هایی که علم ندارند، اینند آنند، صحبت میکنند. یعنی مقصد صحبت همین است که با نام ما رو در آخر میگیرد، از این میبرد که طالب علم هایی که علم ندارد ما هستیم. مگر خودت علم داری؟ علم داشته باشی مرحمت جواب بگو. علم داشته باشی بیا به ما بحث آنلاینی بکن. چی لازم است این پیچ و تاب خوردن؟ چی لازم است این تدلیس کردن؟ چی لازم است نام کسی رو تکفیری برآوردن؟ چی لازم است در مسئله که به تو سوال انیق شد که جهل عذر است یا نیست، چی لازم است که ابو محمد باید موقعش رو در بالای علما بیان کن گفتن؟ حالا که ما انصاف داریم، ما 10 بار بیان کردیم، انا به تو یک بار دیگر بیان کردیم. جای پنهانی ترس و روسی نیست. لیکن چرا آشکار و واضح اگر در یک حلقه نشود در 10 حلقه؟ مگر در نزد تو علما فقط اعتماد شده فقط همین ابن باز، ابن عثیمین، البانی هستند؟ دیگر عالم اعتماد شده تو نداره؟ دیگر علما یعنی بی اعتماد هستند؟ انا این است غلطی شما، انا این است کمبودی شما. از این فهمیده می شود که در نزد قناعت جهل در شرک و کفر اکبر چی است؟ عذر است. در اصول دین، در اصول دین چخیلی که ما هم دیده شدیم عذر است. زیرا که گفته شده است که سخنهای ابن باز و ابن عثیمین و بعضی از علمای نجد رو بیاریم، گفته شده است که جهل رو یعنی عذر میگند. یعنی این دلالت میکند که آقای قناعت رو که 2 سال است برادرها انتظار هستند، با تمام احترام همه انتظار کرده شده است. هیچ کس تو به حال به بالش حکم نگذاشت تا جایی که من میدونم.
من شخصا در حق همین انسان اگرچه برادرها همراهش صحبت کردند، اگرچه فهمیدن عقیدهش را سال 2020 بود والله اعلم، به تلفن صحبت کردند، فهمیدن که این جهل عذر میگد، به من خبر دادند، من گپ نزدم. به خاطر فتنه نشدن در بین امین مردم تاجیک، به خاطر مسلمان ها که در بین مسلمان ها فتنه نشد. لیکن آمد ببینید زبان درازی تا کدام درجه دارد. جهل را در شرک و کفر اکبر عذر میگوید و این اعتقاد دارد که ابن عثیمین و ابن باز عذر دارد. یعنی روش کاری قناعت عیناً روش کاری همین محمد شریف عبدالیم مشرک است، عیناً روش ابو صهیب مشرک است، عیناً روش دیگر عازری مشرک است، عیناً همین حجت هایی که همون میآورد، عیناً همین سخنی که همون میآورد، دیگر روش ندارد. همون سخن هایی که ما در درس هایمون گفته بودیم که اینها یک روش دارند، اینها یک سخن دارند، یک منهج دارند، تمام علم ندارند. مگر همین علمایی که تو میگویی ابن باز، ابن عثیمین و دیگران نگفتند که ما باید به سلف این امت چنگ بزنیم؟ سلف این امت مگر به این مسئله صحبت نکردند؟ علمای متقدمین خر بیا اگر سخن ابن باز آوردی من میآورم، سخن ابن عثیمین آوردی من میآورم. سخن تعارض کرد بعد چیکار میکنیم؟ سخن تعارض کرد بعد میگردیم به سلف. سخن کدامی من شما موافق به سلف باشد همون حق است. سخن ابن باز و ابن عثیمین ما انیق به هم نوشته و به هم به آواز داریم که جهل در شرک و کفر اکبر عذر نیست میگد. آدم معین تکفیر میکند و تکفیر کنید میگد. کسی که شرکش دیده شد هیچ باکی ندارد که و مشرک بگویی میگد. ابن باز و ابن عثیمین. شما میگن که نه اینها جهل عذر میگفتن، مشرک مسلمان میگفتن. این سخن شما باطل است، تهمت است در حق اینو. اگر بگوید که نه تهمت نیست، ما میگیم که بله ابن عثیمین دو سخن دارند، سخن آخرشون جهل عذر نمیگفتند. لیکن وقتی که تو یک سخن میآوری من یک سخن میآورم، اختلاف که در بین ما شد، رفتیم به سخن سلف که کدام از سخن ابن عثیمین به سخن سلف موافق است، همون میگیریم. مسئله آسان است، عادی است، لیکن شما نمیخواهید مسئله رو فهمیدن. شما بجز این که دیگرهای تحقیر کنین، بجز این که بعضی از شاگردهایی که به نام ریکتیور هست روند کوشند حقارت و دشنام کنی به نفرسین، دیگر کاری ندارین. من اینا فقط خاص به قناعت نگفته استم. بسیار طالب علمایی که در مصر هستند همین نمودی روش دارند. مثلا ابو صهیب یک جاهل، یک کس به او مخالف برآمد میگه که کلکنی و اینی اون. با من برادرها خبر دادند که کسی که به قناعت اگر رد زند، کسی که به قناعت اگر جواب گوید و بگوید که کارت خطا است، در رفت 4-5 نفر از گرد و اطراف قناعت بوده انسان ها می آیند، تمام دشنام میکنند، حقارت میکنند، میزنند. من هم به قناعت 10 اعتراضی که داشتم سال 2020 فرستاده بودم. به خود قناعت گفته بودم که قناعت انمین 10 مسئله هست که بین من و تو اختلاف است و پرابلم در همین است. تو خودت رو بیان بکن. مرحمت سال 2022 شد، 2 سال است که انتظار هستم، جواب نگفت. لیکن به این سوالی که اینها کرد به من این صداش همین روز رسید، این طالب علم افیسیال دیروز همون کامنتار به من رسید، انا جواب گفتم. به قناعت منم میگم که اول تو معلوم بکن خودت که جهل را عذر میگویی یا نمیگویی. علمایی که میخواهی بیار، فرق ندارد ابن عثیمین رو میاری، ابن باز رو میاری، علمای نجد رو میاری، کسی رو میخواهی بیار، حجتت بیار، معلوم بکن خودت رو که جهل در نزد تو عذر است یا نیست. بله اگر جهل رو عذر گویی ما دلیل هایت رو آوردی، همش به جواب باشد جواب، جواب نباشد جواب، نه حق باشد حق، باطل باشد باطل میگیم. بالاخره معلوم باید انسان شود که در جانبی کی است، حق است یا باطل است. یکم مسئله که بین ما اختلاف است یا نیست. دومی مسئله که در همون 2 سال پیش من به خودت قناعت گفته بودم، با تمام احترام که گفتم همین مسئله رو بگو. کسایی که در گرد و اطراف تو در مصر به انتخابات رفتند، در سفارت اشتراک کردند، مشرک هستند یا نیستند؟ در انتخابات اشتراک کردن یک طالب علم در انتخاب کردن دپوتات ها، در انتخابات کردن پرزیدنتی که به حکم غیر الله حکم میکند، مشرک میشود یا نه؟ رفته انتخاب کرده بگوید که همین جناب عالی یا همین یک مشرکی که به حکم غیر الله حکم میکند اختیار کردم، آواز دادم، بگوید به همون جرات این همین حکمش از نظر اسلام مشرک است یا نیست؟ دیده و دانسته به یک حکمی که به حکم غیر الله حکم میکند برود، همون اختیار میکند. موقف خودت در همین مسئله انتخابات در همون طالب علم هایی که در مصر میروند چی است؟ چرا اینها در گرد اطراف خودت بوده شاگردات رو من نمیکنی؟ اختلاف دومی که باید حل شود. اختلاف سوم، چرا هر برادرهایی که
در مصر در حق خودت گپ زدند، اونها رو در گرد و اطراف تو بوده میروند و تنبیه میتیند و مسئله رو مسئله ملتی یا که قومگرایی میکنند، ونجی و غیر ونجی میکنند و همون گرد اطرافت بوده شاگردهایی که خودت داری و میدونی اومده میگن که ما ونجی، ما میشکنیم، ما میبریم، میگن حالا که این غلط است. ونجی این کار نه همه میکنند. من هم میتونم این گپ بگویم و بگویم که منم فلان جایم، ما میشکنیم، میبریم. گفتن این جهالت است، احمقی است، این ملتگرایی به بردن است. چرا از پیش قومگرایی ملتگرایی باز نمیداری؟ از همون 10 مسئله حالا من 3 مسئله رو گفتم. باز دیگر 7 مسئله دیگر که من باید بگویم. خواهش میکنم طالب علم هستی، خودت رو در این مسائل معین بکن. از من طلب کردی که خودت رو معین بکن، ابو محمد خودشون رو معین بکنم. من این دعوت شما رو استجابت کردم، قبول کردم، اجابت کردم و البته که جواب دادم و گفتم که من انمین طالب علم ابو محمد مدنی، همین کسی که همین کار کرده است، از همین کارش من طرفدار نیستم و من نصیحتش میکنم که نکن و این کارش از نظر من خطا هست. حق ندارد که همین کار رو بکند و این یک فتنه انداختن است در بین مسلمان ها عین زمان. و من خودم علمای بمانندی که این علما رو گرفته رحمه الله میگن، ابن باز، ابن عثیمین رحمه الله گفته صحبت میکنم در سخنم. موقفت رو معین کن. حالا که موقف من در این مسئله معین است، از همین جهت خواهش میکنم به این 3 سوالی من هم برای و موقفت رو خود شما جناب قناعت معین نمایید. به معینی شما همین است که یعنی به همون این طرف و اون طرف کش و کشی شده ایستاده است. با همین صحبت خود رو به پایان میرسانم و اگر که زمانش اومد که موقف رو معین کردند و مثلا حجت ها رو گفتند و گپ زدند، این طالب علم ها قناعت است یا غیر قناعت کسی نباشد، به من ارسال میکنید، کسایی که شنیدید ارسال بکنید. ان شاء الله وقتی که به دست ما رسید حتما اگر درست باشد در اساس قرآن و سنت ما تایید میکنیم و میگیم که الله طالب علم های را حفظ بکند که حق گفتن، مرحمت در حقیقت در اساس قرآن و سنت منهج علمای اهل سنت است. این از نظر من اگر خطا باشد، از نظر من اگر خطا باشد، خطاگی رو ما میگیم خطا و جواب میگیم. کسی خواهد قبول میکند، نخواهد نمیکند، لیکن حق رو ما اون چنانی که دیدیم فهمیدیم از علمای اهل سنت و الجماعت آموختیم بیان میکنیم. انا همین است والله اعلم. با همین این صحبت رو به پایان میرسونم.